قشنگ از این سنگچینا بگیر. نزدیکترین راه ارتباطی شمال به پایتخت، راه ساسانی، راه قدیم کلرک به چلاف که ادامه این مسیر میفته پشت تونل وانا. امضای ناصرالدین شاه هم کنارشه، کتیبه شاه یا شکل شاه، توی جاده اعراض و اسم دیگهش جاده 77. این همون ادامه راه ساسانی پشت تونل واناست، راهی که بیش از 1700 سال قدمت داره. اگر روزی گذرت افتاد اینجا، یادت باشه داری روی تاریخ شهر کهن آمل قدم میزنی. یادگار ناصرالدین شاه رو میبینیم که در کنار راه ساسانی خودش سوار بر اسب و 10 تن از همراهانش بر روی این کوه حک شدن.